الرحمن الرحیم. در حال آماده سازی نانهای صلواتی گرم که از طریق مؤسسه خیریه نگاه مهربان افغانها برای خانواده های نیازمند قرار است توزیع شود هستیم. خداوند خیر، عزت و سلامتی به شما خیرین مهربان و دلسوز عنایت فرماید. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. خداوند به شما خیرین عزیز و مهربان طول عمر با عزت عنایت فرماید که همیشه کمک هایتان را برای خانواده های نیازمند و ایتام در این مناطق مستضعف نشین ارسال میکنید. دعای خانواده های نیازمند و ایتام همیشه بدرقه راه شما و خانواده های محترمتان خواهد بود.